شرکت انتخاب سرویس به عنوان خدمات رسمی گروه انتخاب برای تلویزیون‌های اسنو و دیو اعلام کرده که از این تاریخ تا 27 مرداد ماه باید اپلیکیشن رو از طریق خود تلویزیون آپدیت کنن. برای این کار لازمه که وارد قسمت شبکه بشید و اگر بتونید گوشیتون رو به حالت هات اسپات در بیارید یا به اینترنت خونه وصل بشید، کافیه که اتصال اینترنت رو برقرار کنید. بعد از اتصال اینترنت وارد نرم افزار دان اپس بشید و به صورت اتوماتیک نرم افزار رو به روز رسانی کنید. اینطوری دیگه تلویزیونتون هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و آپدیت رسمی خود شرکت رو میگیره. ممنونم که این اطلاع رسانی رو به همه انجام بدید. این کار باعث میشه که خیلی از مشتریان دچار مشکل نشوند. ممنونم.